یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. پادشاه ایران کیکاووس با سپاهش در سرزمین مازندران گرفتار شده بود. دیوها با جادوی سیاه چشمای اون و سربازانش رو کور کرده بودند. همه در تاریکی و غم اسیر بودند. خبر به گوش رستم پهلوان رسید. او با اسب وفادارش رخش راهی سفر شد تا شاه و ایران رو آزاد کنه. پس از گذر از سختی‌های بسیار 7 خان بالاخره به غاری رسید که خانه دیو سپید بود. غار تاریک و ترسناک بود. باد سردی می‌وزید. صدای غرشی مهیب از درون غار می‌آمد. رستم دست بر گرزش گذاشت و گفت به نام خداوند امروز باید ایران را آزاد کنم. رخش پای کوبید و آماده بود. ناگهان دیو سپید از غار بیرون آمد. او دیوی عظیم بود با بدنی پر از موهای سفید، دستانی مانند درخت و چشمانی همچون آتش. با صدایی بلند فریاد زد چه کسی جرأت کرده به خانه من بیاید؟ رستم شمشیر کشید و گفت من رستم دستانم. آمدم تا ایران را از دست تو نجات دهم. دیو خشمگین شد و حمله کرد. زمین زیر پایشان می‌لرزید. رستم و دیو با هم گلاویز شدند. دیو چنان نیرومند بود که کوه‌ها می‌لرزیدند. اما رستم دست از جنگ بر نداشت. با گرز و شمشیر به او ضربه زد. رخش هم با لگدهاش به دیو بهش یاری رسوند. پس از نبردی سخت و طولانی رستم دیو را شکست داد و از او دارویی جادویی ساخت. رستم نزد کیکاووس و یارانش رفت. دارو را بر چشمان کورشان مالید. معجزه شد. چشمهایشان روشن شد و دوباره دنیا را دیدند. پادشاه گفت ای رستم تو قهرمان ایران هستی. خداوند تو را برای نجات ما فرستاده. سپاهیان جشن گرفتند. ایران از بند دیوان آزاد شد. نام رستم از آن روز بیش از پیش در همه جا پیچید و او پهلوان بیمانند ایران زمین شد.